یک روزی سبز بهاری رفتیم سراغ ارباب شایسته هنر برزوی عبدالرزاق. در بسادش یاد روزگاران شیرین، در دماغش چنگی عطر ایجاد شیشته. اما شگفتا که او نبود این بار سرمست جام محبت هنر. او نبود این مراتب سرخوش باده اخلاصمندان این گوهر. چون بنده ذهن و ذوق او بودیم و مطمئن به آن که چون ما هزار است، باز کردیم در دل را به سویش تا بگشاده باشیم اسرارش. من گمان میکنم که این هر انسان در زندگی برای خود یک رسالت دارد، همین طور نه؟ چون عرضی هستی میکنیم در گلستان وجود، خواهیم نخواهیم یک رسالت یاری ما میشود. رسالت شما از نگاه شما از چه عبارت است؟ این چیزی هست که تمام عمر یا شاید هر ساعت من در روی این چیز فکر میکنم. خب البته یک مقصدی بود که من این دنیا آمدم. باید یک راهی طی می نمودم که از دیگر راه فرق داشته باشد. چیزی باید میکردم در این جهان و این چی هر روز پیش من میبید و سوال من میخوام جواب دهم. البته میدونم که راه من تئاتر است. البته میدونم که تربیت فرزندان است. البته میدونم که دین است، خداوند. البته چیزی باید شود که آدم ترقی یابد، پاش در زمین باشد اما عقل و وجودش، روحش بالا باشد. البته کاری باید کرد که حتما از تو یک نفع رسد مردم، به خودت بم، فرزندت بم، کسب و کارت بم. نمیدونم تا چی درجه من این چیز حل کرده توانستم، اما گمان میکنم که این چیزی هست که حل نشده است. اما میگم حل خود رو نیافته است. حل خود رو به قول نیافته است. نه. بله. خب شما ایجاد میکنید برزو برای چی؟ خاطر اونه که پشت نام شما عبدالرزاق است؟ نه هیچ وقت. البته خب هم پدرم هم مادرم ایجادکارن، اما میدونید چه خیر، من بعضی وقت فکر میکنم وقتی از عهده یگان کار نمیبیم و اکثرا این واقع روی میکرد با من که من از عهده یگان کار نمیبرم. حتما در خود نوباور هستید شما؟ بله. بعد من فکر میکنم که خب میرم تئاتر. بعضی وقت میدونید در بعضی وقتی که میشد مثلا من میخیزم سحر و میرم تئاتر. میدونم که همین روز استراحت است، کسی مرا انتظار نیست. میدونم که هیچ کس بهم شاید همون روز در کارم نباشم، میدونید. اما میرم، بعد نیمی راه به فکر میکنم که برای چی میرم اونجا، چی کار میکنی تو اونجا. بعد میدونم که من برای چی میرم، برای که میخوام یک دفتر کشم، چیزی نویسم، چیزی خوانم و پگاه شاید با کیم که صحبت کرده توانم. مثلا از ماهی پرسه که تو مقصدت چیست که تو شنا میکنی؟ میگم مقصد ندارم، همین دیگر من چیزی کرده نمیتونم. خب شاید که ایجادیاتی منم نمیخیل باشد که من مثلا به تئاتر زیسته نمیتونم، من نمیتونم ایجاد نکنم، من نمیتونم ننویسم، من نمیتونم فکر نکنم، من نمیتونم هیچ از عهده یگان کارم که نبرآمدم. حتما میخوام روزنامه مکشم یک صفحه یگان چیز نویسم، یا خودم بد بینم همون زمان، یا خودم دوست دارم. میدونید من با استودنتام که وقتی که صحبت میکنم میگم شاید که خداوند از تئاتر زیاد است. آخر عشق از تئاتر زیادتر است. تئاتر یک جزء زندگی من باید باشد که من مثلا اون رسالتی که گفتید این رسالت زندگی من است، اما غیر از تئاتر باز چیزی دیگری باید باشد از اون زیادتر. یک مقدسات دیگری باید باشد. بله. من گمان میکنم که این مقدسات عائله است، این مقدسات فرزند است، این مقدسات خداوند است، این مقدسات عشق است. یک مصاحبه شما رو در یک روزنامه خوانده بودم که اونجا شما مثلا با قطعیت میگفتید که هنرمندی اصل هنرمندی است که خود رو، زندگی خود رو، عائله خود رو قربانی
صنعت کند؟ بله سالی 1978 شاید بیرون از آیلا بودم. خب کودک بودم برآمدم رفتم. بعد سال 80 من مسکو رفتم 7 سال در اونجا. بعد که گشتم آمدم دیگر مملکت‌ها با کار میکردم. خب قریبی در آیله نبودم. این مدت چند وقت است که من با نزدیکانم، با فرزندانم، با مادرم محیط هم خیلی فراهم اومد که بیشتر وقت شما با اهل بیت باشید. بله 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 و میبینم که این چیز یک مدت از خاطری من فراموش شد. یعنی که سلام مادرم فقط به این خاطر نوشته بودم که من از مادرم جدا بودم. یعنی که او نمایشنامه‌ای که پیشنهاد شد در پرستوی آخرون از طرف تئاتر کمال خوجندی، سلام مادر، این من با قلم شما، یعنی که این مادر خیالی برزو نبود. نگین این خیلی شد که من رفتم پوچته. من بعد از یک روز از خوجند تلفن میکردم مادرم به پیوسته بعد از یک روز من حتما تلفن میکردم. بعضی وقت 3 بار مثلا در یک روز تلفن میکردم، اما نبودم همراهشان. من می اومدم دوشنبه یک روز و باز میگشتم میرفتم، برای که در حقیقت تئاتر کمال خوجندی خیلی دوست می‌داشتم من و یک روز من نمیتونستم طاقت کنم به وای تئاتر. بعد آمدم پشت مادرم به زنگ زدم و بعد از این گفتم از جانچم پرسیدم که اوچم جیزن. گفتم که ببین نمیتونم پیش تلفن آمدم برای که از زینپای افتیدن، زینپای بیرون و پشتم معیب شده است. من گفتم تو نمیتونی تلفن بری. گفتن این قوت هم ندارن که گپ زنن همراهت. آزرده شده؟ بله من تلفنم ماندم و از پوچتا تا در تئاتر یک 5 دقیقه راه است و تروبکای ماندم و از برآمدم و رفتم تا در تئاتر. پیش در تئاتر فهمیدم که من همین 5 دقیقه که راه بود در روی مادرم فکر نکردم. واه گفتم برزو، هرچند که مصیبت مادر رو شنیدید. بله 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 واه گفتم برزو، وای بر تو. اگر که مادرم میشنید این گپا که من افتیدم و معیب شدم و همه کارم میپرتافت و میآمد خوجند، من 5 دقیقه وقت نیفتم که درباره مادرم فکر کنم. خیلی زیق شدم و خیلی درباره خودم فکر کردم. باز هم رسالتم فکر کردم. هزار فکر سرت به میاد که چه انسانی و چه فرزندی که مثلا 5 دقیقه نیفته که در روی مادرت فکر کنی. عشان که گفتم که اگر مثلا مادرم میفهمید که من افتیدم، همون لحظه شاید در خوجند می بود. بله. بعد من باید کاری میکردم و شتم و سلام مادر این من نویستم. شاید این یک واسطه بود که من میخواستم گناهمش شویم پیش مادرم. من درباره همه فرزندان نوشتم که از مادرشان دورند و درباره همه مادرایی که از فرزندشان دورند. در فراق فرزندان. در فراق فرزندان بله. برزو عبدالرزاقов یک هنرمند، یک ایجادکار، یک رژیسوری علاقه برجسته تاجیکی، یک بسیار راه و روش خود دارد، پای هم تلاش می‌ورزد، در یک جا قرار نمی‌شیند و همه وقت از پی پیدا کردن کوشش‌های نو، حرکت‌های نو، جستجوهای ایجادیات‌های نو است. برزو تقریبا یک 5-6 سال پیش در صحنه تئاتر اپرا و بالت تاجیک هم هنرنمایی کردند، قوا آزمودند. همون روزهایی که جشن 1100 سالگی دولت سامانیان بود، یک برای ما یک خیلی دوره عجایب بود، چون که برای ما هم برای کارگردان هم برای آهنگساز یک سرچشمه الهام بود و ما خیلی هم کار کردیم و در صحنه من اولین بار دیدم کارگردان درام، تراژدی در اپرا کارشان رو در اپرای در صحنه اپرا. برای من هم این بود یک خیلی جالب بود، چون که ما با هم کار میکردیم، هم در خانه هم در صحنه، هم سر
роял, пиано و با نظام قاسم و با نور تبرویچ تبرف که دراماتورگی شناخته ما هستند خیلی با ما کار کردن همون روز و شب با ما کمک کردن و برزو عبدالرزاقوف از اون کسرم چندی فکرهای عجایب رو پیدا کردن و از موسیقی هم مثلا موسیقی جدید میگوین موسیقی که الان من می نویسم لیکن من خیلی تحلیل کردم با پدرم با آهنگای پدرم زیادالله شهیدی برزو عبدالرزاقوف برای اون کسم یک نویگری بودیم و کار ما با فکرم خیلی خوب بود. یگان بیگانگی در اپرا نبود. رژیسوری که برز جان روی صحنه آوردن با تمام تماشابین بسیار خوب معقول افتاد. بسیار متخصصانی ورزیده ساحه صنعت کسبی تاجیک در این باره سخن گفتند. من فکر میکنم که این گونه کارگردان ها رژیسور ها خیلی کم هستند چون که همیشه در وجودشون کار هست و اون پروفسیونالیزمی که اون کس دارن این یک خدا داده است. برزو همین چه جوی پوشیده که واقعا هم شما اعتراف شده اید چون مردی ارشد هنر سرسپرده تئاتر همین تئاتر رو میتوان به بحر تشبیه داد؟ البته نه از بحرم شاید زیادتر باشه. یک کائنات است شاید تو درجه بیکنار است صنعت خودش تئاتر نه مثلا کینا هم میخیل موسیقی هم میخیل خب شعر هم میخیل ادبیات هم میخیل یعنی هیچ گفتن نمیتونم که گفتن نمیتونم که مثلا تئاتر از وای زیاد است یا تئاتر بحر است و مثلا شعر بحر نیست مثلا تئاتر کائنات است و مثلا نمیدونم موسیقی کائنات نیست یک الف از تئاتر زیادتر است مثلا الفی که خداوند آفریده است یک الفچه یک آفریده ببینید یک پشه مثلا برای اینکه اینقدر که ما میزنیم مثلا من 37 یا 38 نمایشنامه ماندم اما همه وقت من استودنتام و میگم که شاید که همه همین چیز برابر یک پشه نباشد پشه که مثلا خداوند آفریده است برابر یک مگس نیست که اینقدر عقل دارد و فراست دارد برزو خسته جان و پریشان است در راه هنر یاری او صحنه است و دلدارش آهنگ‌های جاویدانه این مکان و او در آغوش ناله‌های مرغ شبانه سر زلف ارمان‌ها را به شانه امید بهی فردا هموار می‌کند و آراسته می‌کند و پیراسته با آرزوها. سلام سلام نرگس سلام ای جان تو هم نرگس بارون میبارد آنها زود میرود شین دمگیر گویا 1000 سال گذشته است از آن زمانی که من افسوس که من خودی حاضر به اینجا آمدم
من بسیار شرم میدارم و خجالت میکشم که اینجا آدمی نوم. سلام زفرمک. سلام نرگس. من میخواستم که با چنین کارگردان کار کنم، همراهی کنم در نمایشنامه‌های چنین کارگردان که همچون برزو عبدالرزاقов نقش آفرم. من میگفتم بله، بلکه نه هر یک کارگردانی که امروز در جمهوری است که او پسیخولوژی قهرمان، اون درون قهرمان، یک نگاه، یک بینش کارگردانی خاص داده میتواند. و برزو او از کارگردانی است که اونم انگشتشمار است، کارگردانی خاص است، زبان خود دارد، نگاه خود دارد، عالم خود دارد. وقتی که کارگردان عالم خود دارد و فکر خود دارد و اون فکر را پیش میبرد و من با او فکر، با او دنیای وای سر و کار میکنم و دست میزنم و چشم میزنم و دل میزنم، اون عالم وای برای من خوش است. وقتی که محفل های ادبی برگزار میگردد، محفل شاعر یا ادیب، حتما چون تماشابین اگر اشتراک میکنیم حتما حضور هنرمندی به چشم میرسد و عموما همین گونه محفل ها به اشتراک هنرمندان نمیگذارد، یا شعر میخونند یا از نثر یک چیز خوب پیشنهاد میکنند، چرا که هنرمندها نمیتوانند در محفل های خود اهل ادب رو، اهل قلم رو جمع کنند. وقتی پرستو سر میشود شما میبینید که در نزد باغ بله اعلان هست، در نزد تئاتر اپرا اعلان هست، بله. در نزد همه بله. تئاترها اعلان هست. شرط است که باز بری دستش باید یک کاغذ سپاری که گویی که من مثلا شما طبیبی محترم بیاید، حتما طبیبی محترم اگر زیایی باشد خودش میبیاد، برای که تمامی شهر اعلان است. بله. هر روز از تلویزیون یک نمایشنامه بله. میرود، یک اخبار میرود، حتما بله بله. صحبت ها میروند هر روز مدت 10 روزی که پرستو میرود. من گمان میکنم که این عیبی مثلا وزارت فرهنگ نیست، عیبی مثلا تئاترها نیست، این عیبی خود زیایی هستن که اون شخصایی که ادیبا هستن که مثلا از تئاتر بیگانه شده، دور شدن، توجه ندارن، کنجکاوی ندارن که مثلا از سال 1995 مثلا تا سال 97 بعد 2003 چی نویگری شد در تئاتر. مثلا کاری برزو خوب شده است یا کاری برزو بد شده است. برزو بعد از عبدو چی کار کرده توانیست، یا مثلا بعد از شهرک چی کار کرده توانیست. مثلا سلام مادر خوبتر بود یا بدتر بود، یا مثلا بعد از سپکتاکل صحبت کرده توانیم، یا مثلا زنگ زنن، پیش زنگ میزدن، پیش صحبت میکردن، در مجله ها می نویسن. خود شما ببینید بعد 2 سال اخیر در یگان مجله شما درباره تئاتر یا چیز خوانده نمیتونید. نه بعد از عبدوی خوجندی یگان چیز برآمد، یگان مقاله برآمد، نه بعد از سلام مادر. شرط نیست که درباره спектакль من عموما درباره پرستو میفهمید. станиславский میگه که театр начинается с вешалки. بله. یعنی چی هستیم؟ از در آمدن تئاتر من باید حس کنم که من یک جای آمدم که این جای مقدس است، پیش از همه برای شخصانی که در اونجا کار میکنن. برای شما نه نگی نه. بله. برای من این مقدس است. من باید جامو تازه کنم پیش از همه. بله. من باید همون جایی که من کار میکنم، من باید بسم الله گمو بعد درام. هر جا توف نکنن، هر جا سیگاریت نپرتاین، هر جا گپی به معنی نگوین، برای که وقتی اکتورها با هم صحبت میکنن شاید یک شخصی بیگانه میگذارد و میگه که ارتیستا انهی خیل بودند. بله. یا رژیسور انهی خیل بوده است، یا تئاتر همین خیل بوده است. میفهمید؟ این چیزا ما فکر نکردیم و مدت چندین سالها این چیزا از خود دور کردیم و گمان کردیم که ما هیچ کس نمیبیند. همچون استراوسی که سرش درن قم انداخت و دیگر همش بیرون است. فهمید؟ و این چیزا ما باید اصلاح کنیم، حتما اصلاح کنیم و حتما از پس تئاتر ما شیم، از پای جای ما شیم که اونجا نان میخوریم و اونجا صحبت میکنیم، قسمی زیادتری حیات ما همونجا میگذرد. میفهمید؟ و این کار ما در تئاتر کمال خوجندی میکردیم. شما میدونید اینقدر تئاتر تازه بود، اینقدر آزاده بود، خیلی تئاتر زیبا بود. میدونید
بله برزو شما حضور نمبر کردید که زیاده از 34 37 نمایشنامه زیادتر شد باشد. پیشنهادی مردم کردید و من واقعا هم میدونم که شما جهان گشته اید، عالم آدم دیده اید و در بسیار از تئاترهای خارج نیز نمایشنامه ها روی صحنه گذاشته و به معرض تماشا گذاشته اید. لیکن برای تماشابین تاجیک، برای مردم تاجیک من گمان میکنم که همون چند سالی که شما در تئاتر خوجند پیوسته فعالیت کردید به طور شایسته و باید و شاید بر روی عبدالرزاق شدید یک بار دیگر با اون نمایشنامه هایی که پیوسته در پرست ها پیشنهاد میشد از نام تئاتر کمال خوجندی، هم شپرک خواب دید و هم شهرک من، هم عبدوی خوجندی، هم نیدو. سلام مادر این من، هم نیدو و هم چهار درویش که همه این نمایشنامه ها یک موفقیت خیلی نظررس به دست آوردند. چی سبب شد که یک رابطه بسیار زیچ و قوی و دیدنی و زیبا کنده شد؟ یک مدتی بود که تقدیر من به تحفه کرد و اون مدت گذشت. اینجا نه عیبی من است، نه عیبی اون شخصایی که مثلا گیردی من بودن. چیزی بود یک من باز تکرار میکنم که من تئاتر کمال خوجندی خیلی دوست می داشتم. شاید در حیاتم یگان تئاتر اینقدر دوست نداشته بودم. شاید اگر 24 ساعت در یک سوتکه باشد، اگر من 20 ساعتش تئاتر میدادم. هر چیزی که داشتم برای تئاتر کمال خوجندی دادم. هر چیزی که داشتم، هر چیزی که بود. اما بعد یک مدت آمد که من فهمیدم گذشت، تمام شد. من اینا شاید چشم دوستان بدیدم، شاید اینا خودم هم حس کردم که دیگر من باید روم و زندگی از سر کنم. شاید که عیبی من باشد، شاید که من چیزی کردن نتوانستم، شاید که من از اون که توانستم کرده شاید ناچیزم باشد، از اون چیز زیاد شاید آوردن نتوانستم برای تئاتر.